در روستای فداق در شهرستان گراش استان فارس اینجا موزه مردم شناسی مسعود منصور هست که در سال 90 اینجا دایر میشه. یک سنگی هست تراش خورده از یک حیاط خانه، کتاب‌های درسی و اشیایی که بیش از 300 اشیا در اینجا نگهداری میشه که برام جالب بود. و ببینید این کلاهخود هست، اینجا کبریت و صابون یک بار مصرفه. انواع تلفن ها رو ما در اینجا داریم که یک ترازو و یک قیچی قجری که در اینجا پلاک 11+2 هستش و انواع سنگ هست که برام جالب بود. این سنگ شجر در اینجا منحصره. تلفن های مختلف رو داریم و این پاشنکشه که هم پاشنکش هم قاشق و این هم قند دوره پهلوی اول هست. این هم کمک های اولیه است که به 1978 میلادی برمیگرده و اینکه هنوز اورجیناله و ببینید ساخت آمریکا جانسون اند جانسون هستش. این هم یک تفنگ قدیمیه که باروت و اینجا هم ساچه داره و اینکه پلاک‌های قدیمی ماشین داریم و انواع ساعت هم در اینجا هستش. ببینید یک تفنگ قدیمی هم در اینجاست و اینجا قمه‌ای داریم که سرعقابی چشم قرمز بهش میگن که در استان فارس منحصره. و ببینید که اینجا هم یک خنجر با شاخ بز کوهی شورویه و این هم ماشین حساب مکانیکی هستش که روسیه. برام جالب بود این موزه و اینکه این فرش بختیاری با رنگ روناس که دست بافته. و در اینجا ببینید انواع تلفن رو داریم که اینجا یک تلویزیون با موج رادیو و انواع اقسام اشیاء قدیمی که در اینجا داریم. ترازو هم در اینجا هست، پنکه و این چمدون لوی ویتونه که برای فرانسه است و این هم اشیایی که در این کمد ما داریم. تلویزیون قدیمی، حتی اینجا کوبه داریم، انواع سیگار رو ما در اینجا داریم. چه موزه‌ای! یکی از سفالهای ساسانی هم اینجاست و انواع سفال و این نقاشی روی چوب هست که از این خانه قدیمی اهدا شده به اینجا و انواع سیستم های صوتی تصویری و عکاسی و این هم دوربین های عکاسی و این نماد سد گمپو هست که ساسانیه و در نزدیکی روستای فداق. انواع تلفن هم باز در اینجا داریم و یک سینی قدیمیه که در اینجاست و این هم کفگیر زرتشتیه و اینجا هم یک اتوی زغالی مهر گندم که برای خان بوده. حالا چوتکه و کشکول هم داریم و اینجا موتور هوندا QR، یک موتور کلکسیونی که به سال 1983 میلادی برمیگرده. در انتهای موزه هم اینجا سازه‌ای داریم که 2700 نی در سقف کار شده و ستونهای نقاشی و دور تا دور هم به صورت کتیبه‌ای به صورت منبت و رنگی هستش. در روستای فداق حتما بیاید و از این موزه لذت ببرید.